بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. اینک ما درس‌های خود را دوام می‌دهیم از رساله شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سلیمان بن علی به نام سه اصل. الله به مؤلفش رحمت کرده باشد. ما اکنون یعنی ملت ابراهیم از چی عبارت بودنشه و توحید چی بودنشه و ضرور بودنی توحید گذاشتیم انشاءالله در درس‌های گذشته. اکنون موضوع امروزه درباره سه اصل که این کتاب را از همه جا نامگذاری کرده شده است میگذاریم. این سه اصل از همه سه اصلی مهم می باشد که بنده را در قبر از همین سه اصل پرسیده می شود که پروردگار تو کیست و پیغمبر تو کیست و دینی تو چیست. انشاءالله کسی که در این دنیا یعنی که حیات خود را در اطراف گویم همین سه اصل گذرانیده باشد، انشاءالله الله سبحانه و تعالی در حیات برزخ یعنی که در حیات قبر برای او میسر میگرداند که به سوالهای منکر و نکیر جواب داده میتواند انشاءالله. اینک شیخ الاسلام چنین میفرماید که فاذا قیل لك ما الاصول الثلاثه التي يجب على الانسان معرفتها. فاذا قیل لك ما الاصول الثلاثه التي يجب على الانسان معرفتها، و چون تو را گویم کدام سه اصل است که به هر انسان شناختن آنها واجب است. کدام سه اصل هست که به هر انسان شناختن ویها دانستن ویها واجب است. فقل معرفة العبد ربه و دینه و نبیه محمدا صلی الله علیه و علی آله و سلم. بس در جواب بفرما. بس در جواب چی؟ یعنی بفرما شناختن بنده است پروردگارش را و دینش را و پیامبرش محمد صلی الله علیه و علی آله و سلم را. این سه اصل را سه اصل دین میگویند. فهمیدید؟ فاذا قیل لك من ربک، و چون تو را گویند پروردگاری تو کیست، فقل ربی الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. تو را گویند پروردگار تو کیست، پس در جواب بگو پروردگار من الله است، ذاتی که مرا تربیت کرد و تربیت کرد همه جهانیان را با نعمتهایش. تمامی نعمتی که ما از وی استفاده برده ایستادیم همینها از الله هستند. خواه نعمتی چی باشد؟ دینی باشد، خود دنیاوی، بارک الله فیکم. فهمیدید؟ خواه یعنی که حسی باشد و خواه معنوی باشد. برادران، او معبود من است، مرا جز او یگان معبود نیست. برای ما جز الله حق سبحانه و تعالی یگان معبود نیست که او برحق باشد. یعنی معبودی برحق برای ما پروردگار ما است. و دلیل قوله تعالی الحمد لله رب العالمین، و دلیل سخن او تعالی است الحمد لله رب العالمین، ستایش الله راست که پروردگار جهانیان است. سوره فاتحه. و کل ما سوى الله عالم و انا واحد من ذلك العالم، و هر آنچه که غیر الله است و عالم است. فهمیدید؟ هر آن چیزی که غیر از الله هست، هر موجوداتی که غیر از الله است و عالم است.
یعنی جهان است و من یکی از آن جهانم. خیلی هم یعنی این معنای خوب دارد. الحمدلله رب العالمین، یعنی تمام ستایش ها مخصوص الله است که او پروردگار جهانیان است. همین مقدار انشاءالله کفایت میکنه. و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا و جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم.